السلام علیکم و رحمت الله. بینندگان گرامی، با امید اینکه همگان تن صحت و سلامتید، برنامه خبری تحلیلی پیام نیوز را برایتان تقدیم میکنم. مثل هر وقت در استودیو شوکتی محمد با شما هستم. حالا توجه کنید به نامگوی موضوعهایی که امروز مطرح خواهیم کرد. مبارزه نیست اندر جهان تاجیکستان با کرونا ویروس. نمایندگی یونیسف در تاجیکستان می‌خواهد کمک‌هایش را مستقیما به دخالت حکومت تاجیکستان به مؤسسه‌های انتخاب شده طبی کشور دسترس نماید. وزارت تندرستی تاجیکستان اعلام کرد که در جمهوری جایها برای معالجه بیماران کرونا ویروس کافی است. مردم میگویند پشت در بیمارستان‌ها مانده اند. قرقیزستان 379 شهروند خود را از مسکو به بشکک برگرداند. شروع میکنیم به بررسی موضوع یکم امروزه. حکومت‌های کشورهای جهان در ایام کرانتین و از کار ماندن شرکت و کارخانه‌ها با راه‌های گوناگون مردمشان را دستگیری میکنند. کشورهای پیشرفته مثل امریکا، کانادا، ژاپن، ترکیه و کشورهای اروپا نه تنها ماهانه آنهایی را که در خانه نشستند پول را پرداخت میکنند، بلکه جبران پولی هم میدهند. کشورهای نچندان پیشرفته قسمت از ماهانه های شهروندانشان را پرداخت میکنند تا کسی بی پول نماند. کشورهای مردم سالار جهان سوم هم هر قدر میتوانند به مردم بیکار مانده خود کمک میکنند. رئیس جمهور ازبکستان شوکت میرزیویف با یک فرمانش چاره‌های دستگیری از بیزنس خرد را در زمان پاندمی کووید 19 تثبیت کرد. قرار است این چاره‌ها بیزنس خرد را از ورشکستگی نجات دهند. طبق این فرمان سوبیکت‌های بیزنس خرد، بازارها و مرکزهای سودا، کافه و کارخانه‌های نقلیات عمومی، ورزشگاه‌ها و شخص‌های حقوقی که به کشانیدن مسافران، خدمت رسانی، اجاره‌دهی، انشاءات و غیره مشغولند، از 1 ایون تا 1 سپتامبر سال 2020 از پرداخت اندازه مالکیت و اندازه زمین آزاد کرده می شوند. دستگیری دولتی کارخانه و شرکت های خرد در شکل لغوسازی مبلغ انداز از مالکیت و اندازه زمین برای ماه های اپریل و می سال 2020 که تأخیر به فایز داده شده است و همچنین فایزها و جریمه های جمع شده از اندازه زمین و انداز از مالکیت که از 1 ژانویه سال 2020 جمع شده است ارائه می گردد. به شرکت و کارخانه های خرد که کمتر از 1 سال فعالیت دارند حق تأخیر پرداخت باج گمرکی و اندازه اکسیزی ضمن واردسازی مال و کالا به جز مالهای استعمالی تا 1 ایولی سال 2020 داده شده است. این شرکت و کارخانه ها در ازبکستان حق دارند پرداخت ها به تأخیر گذاشته شده را دوام 120 روز دیگر به خزینه دولت وارد سازند. از 1 می تا 1 ایولی سال 2020 اندازه اجتماعی برای این شرکت و کارخانه ها به استثنای استحصال کنندگان محصولات اکسیزی، کارخانه های دولتی و شخصان حقوقی که حق دولت در آن 50% و بیشتر از آن است از 12% به 1% فراورده می شود. ستانیدن قرض های اندازی، فائزها و جریمه های جمع شده تا 15 می سال 2020 از شرکت و کارخانه های خرد تا 1 سپتامبر به تأخیر گذاشته می شود. از 1 ایون دریافت کنندگان کمک پولی ها برای فرزندان تا 14 ساله کمک پولی نگاهوبین کودک تا 2 ساله و کمک مادی 10% بیشتر می شود. این همه در ازبکستان. بانک مرکزی ازبکستان سپارش گرفته است که تا 1 اکتبر سال 2020 به همه شخصان واقعی و شرکت و کارخانه هایی که از جاری شوی کرانتین ضرر دیدند در پرداخت قرض هایشان تعطیل داده شود. تماشابینان گرامی،
همه این چیزی که گفتیم در یک کشور دور نه، در کشور همسایه تاجیکستان، در ازبکستان به راه مانده شده است. در جهان همگی چند کشور باقی مانده است که در این بحران سراسری به مردمش کمک ارائه نکرده است، مثل ترکمنستان، کره شمالی و چند کشوری عقب مانده افریقا. تاجیکستان بر روی خط هیچ یک از کشورهایی که ذکرشان رفت شامل نیست. نه در روی خط کشورهای پیشرفته که مردمشان اصلا بحران را احساس نکرده است، نه به گروه دوم که قسمت از ضررهای مردمشان را جبران کردند، نه به گروه سوم که سبکی‌های در پرداخت قرض و انداز داده‌اند، و نه به گروه چهارم که اصلا هیچ کمکی به مردمشان نکردند. پس تاجیکستان در کدام گروه است؟ در گروه نیست اندر جهان. تاجیکستان تنها در یک روی خط قرار دارد، یک خودش. تاجیکستان یگانه کشور است که مردمش را هنگام شدیدترین بحران هم غارت میکند و تمام مصارف وابسته به مبارزه با ویروس کرونا و بحران اقتصادی را به دوش مردم گذاشته است. در حالی که تمام اندازها برای 3 ماه اول الکی در تاجیکستان جمع آوری شده اند، حالا مقامات انداز از صاحبکاران، شرکت و کارخانه ها و خواجگی های دهقانی پرداخت انداز نیم ساله اول را طلب دارند. یادتان باشد ما در این باره دیروز اطلاع داده بودیم. حالا در تمام ناحیه های کشور مقامات انداز با کمک دادستانی، دادگاه و حتی پلیس صاحبکاران شرکت ها را زیر فشار شدید قرار دادند تا آنها: 1. انداز نیم ساله اول را پیشکی و پر را پرداخت کنند. 2. به بیمارخانه ها از نام دولت کمک کنند. 3. اجاره پولی انشاءات متعلق به دولت و نفران نزدیک به خانواده رئیس جمهور را پر و پیش پرداخت نمایند. فشار بالای بیزنس در حال است که دولت تاجیکستان کمترین کوشش در بازبینی بودجه سال 2020 و تغییر سمت خراجات بیهوده و پنهانی را ندارد. همه کشورها برابر پنجشنبه کرونا ویروس، برابر اعلان کرانتین بودجه خود را بازبینی کردند و بودجه تغییرات وارد کردند. اما تاجیکستان جیم، آرام، گویا که این گونه مشکلی پیش نآمده است. چنانکه که قبلا اطلاع داده بودیم 30-40% بودجه تاجیکستان به بخش‌های وارد می‌شوند که نامشان سر دولتی و یا فعالیت‌های دیگر نامیده می‌شود. در همین حال قسم اعظم این خراجات به بخش فعالیت‌های دیگر در تمام وزارت کمیته‌های دولتی نگرانیده شده است. در بودجه تاجیکستان که بخش خراجات آن نزدیک به 27 میلیارد سومانی است، نزدیک به 9 میلیارد سومانی به این دو بخش نگرانیده شده است، یعنی بخش فعالیت‌های دیگر و سر دولتی. غیر از این امسال برای فاند ذخیروی رئیس جمهور که برای 1 درمش چنان که پیشتر هم گفته بودیم هیچ کسی حسابات نمیدهد، 385 میلیون سومانی از بودجه جدا میگردد. برای خراجات پیش بینی نشده حکومت باشد 96 میلیون سومانی، جمع 471 میلیون سومانی، یعنی 10 میلیارد سومانی پول مردم برای فعالیت‌های نامعلوم و فاند رئیس جمهور جدا می شود و کسی نمی خواهد درباره سمت مصرف اینقدر پول مردم حسابات دهد. جای این که در زمان بحران شدید سمت این خراجات را تغییر دهد، درباره به کجا مصرف شدن آنها به مردم حسابات پیشنهاد کند، حکومت تاجیکستان فشار را بالای مردم بیشتر کرده است
تا خراجات مبارزه با کووید 19 یعنی کرونا ویروس و بحران اقتصادی را نیز از مردم ستاند. میدانید چرا؟ برای آنکه بازبینی این قسم بودجه طبق تحلیل کارشناسان پیام با مشکلی جدی روبروست. چرا؟ تمام بخش‌های اجرایی حکومت تاجیکستان سر از خود رئیس جمهور با آن شدیداً مخالفت خواهد کرد. چرا مخالفت میکنند؟ برای آنکه پول‌هایی که برای فعالیت‌های دیگر پیش بینی شده اند اصلاً دقت دهید، اصلاً پول‌هایی هستند که از جانب منصبداران دزدیده می‌شوند و تمام بایگری و کر و فر منصبداران دولتی از همین حساب است. از همین حساب بودجه را معین میکنند، یک قسم نوشته میفرایند، در آخر مینویسند برای فعالیت‌های دیگر فلان سومانی، فلان میلیون سومانی. انا همین برای فعالیت‌های دیگر که این فعالیت‌های دیگر کجا بودنش معلوم نیست، از همین جا کر و فر منصبداران ما است. طبیعی است هیچ منصبداری که منصبش را به خاطر انا همین پول‌ها از 100,000 تا 5 میلیون دلار خریده است راضی نمی شود این مبلغ‌ها در اختیار مردم قرار گیرد و او از منبع اساسی درآمدش محروم شود. میدونید سردار این دزدی ها کی است؟ در سرگه این بیزنس بزرگ آزاده رحمان دختر رئیس جمهور رئیس دستگاه اجراییه و کیسه او قرار دارد. وزیران و رئیسان کمیته ها حجم مبلغی از بودجه جدا شده در بخش فعالیت های دیگر را محض به همین خانم مشورت می کنند. هر وزارت کمیته برگردانیدن مبلغ بیشتری را از آن به کیسه دختر رئیس جمهور وعده کرده سهم بیشتری دریافت می کند. ما حتما روزهای نزدیک به این مسئله برمیگردیم انشاءالله و فکت رقم شرح و تفسیر بیشتری به تماشابینان گرامی ارائه خواهیم کرد. هر تاجر مثلا اگر یک مکتب پوشیدنی است، ساختمان یک مکتبی را گرفتنی است، مثلا یک شرکت ساختمانی، برای آنکه همین ساختمان را به او دهند تقریبا 20-25% مبلغ جدا شده را حتما شرکت به آزاده رحمان باید برگرداند. متاسفانه نه تنها پول‌های دزدیده شده بودجه کشور از مبارزه با کرونا و بحران اقتصادی نیست شده‌اند. بیزنس بزرگ که پول در دست خانواده رئیس جمهور و افراد نزدیک به این خانواده قرار دارد نیست اصلاً به این معرکه جلب نمی شود. چنانه که قبلا گفتیم آزاده رحمانی که نه کمتر از 5 میلیارد دلار مردم و کشور را غارت کرده است در این معرکه همگی 5,000 دلار در شکل 100 کت خواب کمک نموده است. آن هم معلوم نیست از حساب خودش یا کدام کمک خارجی. حسن اسدالله زاده دادر عروس رئیس جمهور که در آفشورها نه کمتر از 10 میلیارد دلار جمع‌آوری کرده است تا حال یک سوزاندارو هم به بیمارستان کمک نکرده است. نه تنها خانواده رئیس جمهور، تمام منصبداران بلندپایه تاجیکستان که صدها میلیون و حتی میلیاردها سرمایه دارند از این معرکه کنار مانده اند. جای این مقامات از صاحبکاران خرد میانه، خواجگی های دهقانی، سوداگران بازار دکانها آخرین سامانه هایشان را با زور میگیرند، در حالی که مصادره مال و اموال یک وزیر دزد میتواند برابر به تمام اندازه 3 ماهه این بیچاره ها به بودجه مبلغ وارد کند. من بعد تا حد امکان ما بیزنس و سرمایه تمام آنها را سر از خانواده رئیس جمهور
تا وزیران و منصبداران سطح میانه افشا و منظور تماشابینان گرامی خواهیم کرد تا همگان بدانند که برای مبارزه با ویروس کرونا و کمتر کردن تأثیر بحران اقتصادی از کجا می شود مبلغ پیدا کرد. و از تحلیلگران و تماشابینان گرامی و خوانندگان پایگاه پیام خواهش میکنیم در این افشاگری به ما کمک کنند. تماشابینان گرامی، برنامه ما ادامه دارد. حالا از چند واقعه و رویدادهای دیگر همکارم صفیه به شما گزارش میدهد. وزارت تندرستی تاجیکستان اعلام کرد که در جمهوری جایها برای معالجه کافی بوده، همه بیمارخانه‌ها با تمام مواد و لوازمات ضروری تأمینند. بنا به معلومات داده وزارت تندرستی به امید خاور، عین زمان در جمهوری در مورد قبول و جایگیرکنی بیماران کرونا ویروس مشکل و رسایی وجود نداشته، همه مؤسسه‌های طبی با مواد داروواری و لباس محافظتی برای طبیبان تأمینند. گفته شده است که با وجود افزایش همه روزه بیماران کرونا ویروس در مورد نارسایی کادرهای طبی مشغول به معالجه بیماران کووید 19 مشکلی نیست. در صورت نرسیدن کادرهای طبی از دیگر مؤسسه‌ها متخصصان جلب می‌شوند. همچنین قید می‌شود که همه مؤسسه‌های طبی کشور که در آنها بیماران کرونا ویروس معالجه می‌گیرند با مواد ضروری طبی، شرایط خدمت رسانی، لباس محافظتی، واسطه‌های بی‌ضررگردانی و متخصصان صاحب کسب تأمینند. طبق معلومات وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی تاجیکستان، امروز در کشور 42,000 کت معالجه آماده شده است. در مؤسسه‌های طبی دوشنبه بیش از 5,500 کت معالجه برای قبول بیماران کووید 19 تیار بوده، هفته نزدیک باز 2,000 جای طبابت آماده می شود. این هم در حال است که در شبکه‌های اجتماعی ده‌ها نوارهای پهن شدند. ماشین‌های یاری تعجیلی حامل بیماران به سبب نبودن جای به بیمارستان راه نیافته، پشت دروازه بیمارستان‌ها قطار شدند. چندین نوارهای دیگری هم گواهی آن است که اکثر بیمارستان‌های کشور پر از بیماران بوده، قادر به قبول بیماران نو نیستند. حتی تولدخانه و بیمارستان‌های کودکانه را به قبول بیماران گرفتاران کووید 19 تبدیل دادند. دانشکده آموزگاری شهر پنجکند در همدستی با مؤسسه معرفت پرور به استحصال نقاب‌های آغاز کردند که در ترکیب آنها محلول نقره استفاده شده است. تکنولوژی مذکور با توصیه اکادمی علم‌های تاجیکستان و تصدیق تاجیک استاندارد بار نخست در کشور راه اندازی شده است. گفته می شود حالا در اینجا طول یک شبانه روز تا 10,000 نقاب استحصال می شود و در حالت ضروری با تشکیل 2 بسته کار تعداد آنها را به 20,000 عدد رسانیده می توانند. قسمی از نقاب‌های استحصال شده به کارمندان و دانشجویان مؤسسه تعلیمی رایگان تقسیم کرده شده، باقی مانده با نرخ یک لختی از 1.5 تا 2 سامانی به مردم فروخته می شوند. اما چند نفر از دانشجویان دانشکده آموزگاری شهر پنجکند به پیام گفتند کسی به آنها نقابی رایگان نداده است. عین حال در کرانتینه در خانه‌هایشان قرار دارند. گفتنی است چند پیش عالمان دانشگاه پلی‌تکنیکی تومسکی روسیه نیز کارکرد نقاب‌ها را با محلول نقره پیشنهاد کرده، ابراز داشتند که آن به نوع‌های زیادی ویروس‌ها می‌تواند ضدیت نشان دهد. نرخ محلول نقره به گفته آنها از آنتیبیوتیک‌ها ارزان‌تر بوده، می‌تواند تا 2 سال پس از استحصال استفاده شود. نمایندگی اتحاد اروپا و یونیسف خزینه کودکان سازمان ملل متحد در تاجیکستان موادهای طبی ضروری را برای دستگیری وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی تاجیکستان در مبارزه بر ضد کووید 19 دسترس نمودند. صبح روز یکشنبه هفته سپری شده موادهای لازمه که از طرف یونیسف به تاجیکستان دسترس شد، از طرف نمایندگی اروپا در تاجیکستان مبلغ گذاری گردیده است و تقریباً از 13 تن موادهای طبی عبارت می باشد. این کمک الکی به دوشنبه رسیده است. این موادها از تجهیزات محافظتی شخصی ضروری، 36,250 لباس محافظتی، 40,320 نقاب‌های طبی و 720 حرارت سنج‌ها عبارت می باشند.
موادهای زیرین تقریباً 30% تجهیزات مصلحت شده دستگیری اتحادیه اروپا در چهارچوبه برنامه واکنش تعجیلی تاجیکستان به کووید 19 را در بر میگیرد و از یونیسف تطبیق کرده می شود. تمامی مواد در اساس همکاری و موافقه با وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی تاجیکستان ترتیب داده خریداری شدند. نمایندگی یونیسف در تاجیکستان می‌خواهد موادها را مستقیما به دخالت حکومت به مؤسسه‌های انتخاب شده طبی کشور دسترس نماید و همزمان مکانیزمی مخصوص برای ارزیابی نیازها به موادهای طبی به جا گذاشته شود. سنه 17 می قرقیزستان 379 شهروند خود را از مسکو به بیشکک برگرداند. طور دفتر مطبوعاتی سفارت جمهوری قرقیزستان در مسکو خبر داد با یک پرواز چارتری 116 بیماری وزنین، 27 تن از نزدیکان بیماران، 8 معیوب، 38 نفقه‌خور، 78 زن حامله، 77 شهروند با فرزندان نابالغ و 35 کسی دیگر که در هاستل یا خوابگاه‌های عمومی قرار داشتند و بیشکک برده شدند. طبق گزارش منبع بیشتر از 1000 کسی دیگر در نوبت برگشتن به بیشکک هستند. این افراد هم از بیماران زنان حامله، کودکان نابالغ و پیرانسالان عبارتند. در سفارت قرقیزستان در روسیه گفتند که همه آنها دوام ماه می و ایون به کشور برده می شوند. سفارت قرقیزستان در روسیه خبر می دهد که سر از آخر ماه می پروازهای هفته‌ای چارتری بین روسیه و قرقیزستان به راه مانده خواهد شد. اینجا نهایت برنامه امروزی ماست. برنامه‌های دیگری ما را در پایگاه پیام نت و شبکه‌های اجتماعی پیگیری کنید. لطفاً هر واقعه یا خبری را درباره کرونا ویروس و دیگر حادثه ها شاهد شدید به رقم 49 15 16 46 15 947 توسط پیام رسان‌های واتساپ، وایبر، ایما یا تلگرام فرستید. لطفاً مشترک شدن به کانال یوتیوب ما و نوشتن نظر خود درباره نوار را فراموش نکنید. پخش تگمه معقول شده را نیز لطفاً دریغ ندارید. همچنین پخش تگمه زنگوله به شما امکان می‌دهد که برابر نشر نوارهای ما در یوتیوب شما در حال باخبر شوید. در پناه الله بمانید. خیر تا روز دیگر. السلام علیکم و رحمت الله. در فضای سیاست صدای جدید. رادیوی پیام. علم، فرهنگ، نوید. رادیوی پیام. مشورت، بحث، گفت و شنید. در تمام دنیا روی رسانه اینترنتی رادیو پیام .net